روز 8 ایول آوازخوان منیژه سنگین که در آزمون موسیقی евровидение با سرودی راشن وومن زینه نهم را کسب کرد 30 ساله می شود. این جشن را سراینده با کنسرت در تالار کراکوس سیتی هال شهر مسکو تجلیل کردنی بود که اولین هنرنماییش پس از اشتراک در آزمون евровидение 2021 در روتردام بود. لیکن با سبب ثبت افزایش شماره سرایت یافتگان از کرونا ویروس در شهر مسکو محدودیت ها جاری شده. آنها به برگزاری های عمومی نیز داخل کردند. درباره برگزار نشدن کنسرتش روز 8 ایون منیژه در اینستاگرامش خبر داد. کنسرت در جشن زادروز 8 ایول متاسفانه بنابر سبب از 15 ایون تا 15 ایول در ولایت مسکو منع شدن برگزاری چهاربینی‌های عمومی دایر نمی‌گردد. منیژه علاوه کرده است که روز برگزاری کنسرت به 19 سپتامبر گذرانیده شده ساعت 20:00 آغاز می‌گردد. همه بلیط‌های قبلا خریده شده حقانی حسابیده شده. فروش بلیط‌ها به روز نو کنسرت آغاز شده است.